روز 17 دکامبر نمایندگان مقامات شهر دوشنبه و بازار کوشونیان با صاحبکاران بازار سلطان کبیر ملاقات کرده از آنها خواستند که هرچه زودتر دکانهای خود را خالی کرده و بازار نو کوشونیان بکوچند. امید گریزاده معاون رئیس پایتخت به صاحبکاران گفت در بازار نو آنها تا ماه ایون از پرداخت پول اجاره آزاد کرده شده برایشان یک سلسله امتیازهای دیگر هم داده می شود. عوض کبیروف مالک بازار سلطان کبیر نیز از تاجران بازارش دعوت کرد که سرکشی نکنند و بازار را تیزتر خالی کنند. او قبلا در واکنش به تصمیم تخریب بازارش گفته بود که نه فقط یک بازار بلکه تیار است جانش را فدا کند. شهرداری دوشنبه روز 24 نوامبر اعلام کرد که سلطان کبیر و همچنین بازار آسیا از 1 مارس سال 2022 بسته شده. به جای آنها بر اساس نقشه گیم پلان مؤسسه های طبی و گلگشت ها ساخته می شوند. تاجران بازار سلطان کبیر در شهر دوشنبه و بازار نوبنیاد کوشونیان کوچانیده می شوند. در این باره در ملاقاتی که با حضور مسئولان شهرداری دوشنبه با صاحبکاران بازار سلطان کبیر که امروز 17 دکامبر در بازار گذشت گفته شد. امید گریزاده معاون رئیس شهر دوشنبه در این ملاقات گفت الکی بیشتر از 600 صاحبکار بازار سلطان کبیر برای رفتن به بازار کوشونیان عریضه دادند. و گفته او صاحبکاران 3 ماه از 1 مارس تا ماه ایون امتیاز داده می شود. از جمله آنها از پرداخت اجاره پولی بازار و دیگر خراجات ها آزاد می باشند. بازار کوشونیان آماده است از همین ماه قبول صاحبکاران را آغاز کند و صاحبکاران امکان دارند از روز آمدن تا 1 ایون اجاره پولی بازار و دیگر خراجات ها را در جای نو نسپارند. صاحبکارانی که در مهلت نهایی 1 مارس نیز به بازار کوشونیان می روند آنها نیز از پرداخت همه خراجات ها آزاد می باشند، گفت گریزاده. در واخوری رئیس نویه اسماعیل سامانی، سمی شریفزاده رئیس بازار کوشونیان، محمدشاه دولتشاهزاده، فتح‌الدین عثمانزاده رئیس نویه فردوسی و خود مالک بازار عوض کبیروف شرکت دارند. برخی از صاحبکاران از کوچانیدن بازار ناراضیت کرده از مسئولین خواهش نمودند که حداقل 1 سال دیگر اجازه دهند تا در بازار سلطان کبیر فعالیت کنند، ولی مسئولین گفتند که این کار غیر امکان است و الکی تصمیم نهایی شده است. محمدشاه دولتشاهزاده رهبر بازار کوشونیان هم گفت برای تاجرانی که از سلطان کبیر به کوشونیان می روند برخی از امتیازها پیشنهاد از جمله از جایهای میخواستهشان مساحت بیشتر و همچنین نقطه های سودا از جانب ماموریت بازار درست کرده می شود. همین طریق رقم های تلفن باوری تأسیس داده شده برای انتقال بار صاحبکاران ماشین های رایگان تشکیل می شوند، گفت دولتشاهزاده. تاجران هم در این مجلس می خواستند فهمند که تقدیر آنهایی که در منطقه بازار سلطان کبیر مساحت های را خریده شخصی کرده بودند چه می شود؟ به این سوال کسی از مسئولین پاسخ دادن نتوانست و تنها گفتند که طبق مساحت داشتهش در بازار نو مساحت را به اجاره می دهند. برخی دیگر نگران بودند که تقدیر آینده آنها چه می شود چون که برخی از بانک ها قرضدار می باشند. 24 نوامبر سال روان شهرداری خبر داد که تا 1 مارس سال آینده فعالیت چند بازار کلانترین شهر دوشنبه از قبیل بازارهای معروف سلطان کبیر و آسیا بازداشت شده به نوعی آنها تخریب می شوند. در قرار دخلدار گفته می شد که فعالیت صاحبکاران در دیگر محل جایگیر کرده می شوند. به جای آنها شهرک طبی، مرکزهای سالمگردانی با منطقه سبززارکنی استفاده عموم ساخته می شوند. گفته می شد که این اقدام با مقصد به طلبات معماری و شهرسازی معاصر تامین حرکت بی‌ممانعت واسطه‌های نقلیات در این راه‌ها و تنظیم دولتی سودا روی دست گرفته شده است.